یادگیری یعنی گذر از شکاف بین این که من چی هستم و چی میخوام باشم. ما میریم یاد میگیریم، آموزش میبینیم که رشد کنیم، پیشرفت کنیم و گذر کنیم از چیزی که هستیم به چیزی که میخوایم باشیم. اما خیلی وقتا یه سری کارهای اون بینابین انجام میدیم، یه سریش خودخواسته است، یه سریش به خاطر اینکه بلد نیستیم چطور یادگیرنده بهتری باشیم که باعث میشه این شکافه رو دیرتر طی بکنیم که واقعا حیفه. اگه کسی هستی که دنبال آموزشه، دنبال یادگیری، دنبال پیشرفته و مدام کتاب میخونه، مدام آموزش میبینه، مدام از مشاور کمک میگیره، اما ممکنه ببینی اون نتیجه دلخواهت رو نمیگیری به خاطر اینکه این خطاهای رایج رو اون وسط داری طی میکنی. که امروز میخوام راجع به 3 تا دونش باهاتون صحبت کنم. خطای شماره اول که خیلی هم رایجه اینه که ما دنبال مطلب جدید هستیم. همواره دنبال مطلب جدید بودن یه خطای بزرگ توی یادگیری ما، توی رشد ما و توی پیشرفت ما. یه جمله هست که من خیلی دوستش دارم. میگه انسان تو این دنیای پر از اطلاعات امروزی از تشنگی میمیرد. دور و برت نگاه کن. چقدر اطلاعات دور و بر ما وجود داره. مثل زمان گذشته نیست که ما می‌خواستیم راجع به یه مسئله یاد بگیریم، باید ساعت‌ها، ماه‌ها، روزها سفر می‌کردیم، می‌رفتیم به یه شهر دیگه که شخص دیگری رو بریم باهاش ملاقات بکنیم. یا قبلا شاید خیلی احتیاج بود که برای یه سری مسائل ساده می‌رفتیم کتابخونه، می‌رفتیم مدرسه، می‌رفتیم دانشگاه. اما این روزا همه چیز عوض شده. این روزا با یه کمک چت جی پی تی، با یه سرچ ساده، اطلاعات خیلی شگرف نه، اما یه اطلاعات ساده‌ای که کسی که تازه می‌خواد توی کاری شروع بکنه رو احتمالاً میتونیم پیدا بکنیم. چت جی پی تی، یوتیوب، گوگل، همه اینا ما رو خیلی جلو بردن. یعنی الان ما اشباع اطلاعاتی داریم. اما به نظرتون به میزانی که اطلاعات بیشتر شده، رشد و پیشرفت ما هم بیشتر شده؟ نه. چون تو این دنیای پر از اطلاعات امروزی ما داریم از تشنگی میمیریم. چرا که دونستن باعث تغییر نمیشه. اینکه من بدونم ورزش خوبه، اینکه من بدونم باید فلان کارو بکنم، اینکه من بدونم فلان جامعه باید فلان رفتاری رو بکنه، تغییری در من ایجاد نمیکنه. پس می‌بینید معنای آموزش این روزا یه ذره عوض شده. قبلا یادگیری و دانش به معنای انباشت اطلاعات بود. هر کی بیشتر کتاب داره، هر کی بیشتر کتاب خونده، هر کی بیشتر دوره رفته، هر کی بیشتر کارهای مختلف کرده. اما این روزا هر کی بیشتر تغییر کرده، اون یعنی یادگیری براش بیشتر اتفاق افتاده. حتما دیدین افرادی که یک کتاب رو میخونن، یه نفر زندگیش متحول میشه، اون یکی میگه به نظر من کتاب خاصی نبود. چجوری اون شخص با همون کتابی که من خوندم به نظرم جالب نبود، اینقدر پیشرفت کرد؟ پس این روزا معنای یادگیری عوض شده. به این معنا نیست که من هفته یه دونه 2 تا کتاب باید بخونم، همه دوره ها رو شرکت کنم. نه، حتی اگه یه کتاب خوندم، حتی اگه یه دوره شرکت کردم، چقدر عوض شدم، چقدر تغییر کردم، یادگیری من چطور به عوض شدن رفتار و سبک زندگی من کمک کرده. پس راهکارش اینه که خیلی ساده این ذهنیت رو عوض کنیم که ما دیگه باید دنبال مطلب جدید باشیم. اون روزا گذشت. الان دیگه دوران انباشت اطلاعات نیست. الان دنبال تثبیت اطلاعاتی هستیم که قبلا بهمون داده شده. الان ما درگیر بمباران اطلاعاتی هستیم دور و برمون. بس راهکاری که میتونم بهتون بدم اینه که دنبال مطالب جدید نباشین، دنبال این باشین که مطالبی که قبلا خوندین توی ذهنتون تثبیت بشه و یه راهی برای اجراش توی زندگیتون پیدا بکنین. چرا که بالاترین سطح یادگیری شخصی سازی و پیاده کردنش توی زندگی شخصیتون هست. اشتباه رایج دوم اینه که ما هنگام یادگیری به مغزمون درست سیگنال نمیدیم و خیلی وقتا اصلا سیگنالی نمیدیم. بذار بگم منظورم چیه. ببین، مغز ما اصلا اومده ما رو توی این دنیا نجات بده از دست شیر و گرگ و پلنگی که سال پیش توی غارها و جنگل‌ها بودن. اما این روزا دیگه همچین چیزی وجود نداره. اما مغز ما همچنان سیستم سیمکشیش برای این تعبیه شده که ما رو زنده نگه داره، ما رو از خطر دور کنه و هر چقدر که میتونه به سمت بهینه شدن انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی پی ببره. پس میتونی حدس بزنی که هر مطلب جدید، هر آموزشی که داری سعی میکنی توی زندگیت پیاده کنی و یا حتی اطلاعاتی که دوست داری انباشت بکنی توی ذهنت، همه اینا برای مغزت یک خطره. چرا که مغز میگه ببین تو الان تو شرایط فعلی زنده موندی، انرژیت هم به اندازه کافی خوبه، برای چی میخوای تغییر رو ایجاد کنی؟ برای چی میخوای موضوع جدید رو یاد بگیری؟ و این سیگنال میده که ببین این خطره تو رو سعی میکنه باز بداره از اینکه بیشتر به سمت اون بری و همه اینا باعث میشه که ما اون شکاف بین من فعلی و من آیندهمون رو خیلی سخت‌تر پیش ببریم. حالا من چرا دارم این بحثو الان میکنم؟ چون که ما وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم، صرف خوندنش که طبیعتاً کافی نیست دیگه.
من اول میخونم، بعد مرور میکنم، بعد سعی میکنم توی زندگی اعمالش بکنم و بعد یه تغییری توی زندگی به وجود بیاد. خیلیا توی مرحله اول میمونن، یعنی یه دور میخونن و بعد این میره حاجی مکه و دیگه تموم میشه و میذارنش کنار و به همین منوال مغزشون اون رو ذخیره نمیکنه. بذار ساده ترش کنم. ببین یه بخشی توی مغز ما وجود داره به نام هیپوکامپس. هیپوکامپس وظیفش اینه که وقایع دور و بر ما رو ضبط بکنه و در مواقع لازم به ما نشون بده، چرا که همونطور که گفتم مغز میخواد ما رو از خطر در جهت بقا نجات بده. مثلا تصور کن ممکنه توی بچگی یه اتفاقی برات افتاده باشه، یه سگ بهت پارس کرده، توی جمع یه صحبتی کردی و اون ترسه، اون حسه تا الانم که هست توی ذهن تو مونده. یعنی هیپوکامپس با بیشترین قدرت ضبطش اونو ثبت کرده، به خاطر اینکه به زعم خودش داره سعی میکنه هر جا که لازم بود اون چیزی که ضبط کرده، میگه ببین الان داری نزدیک اون سگ میشه، یادت 2 سالت بود این سگ بهت پارس کرد، چقدر ترسیدی، اون لحظه به خاطرت میاره و تو میگی خب شاید این سگ برای من خطرناک باشه، من نمیرم سمتش. یا مثلا توی جمعی شروع کردی صحبت کردن، یه نفر مسخرت کرده وقتی بچه بودی، یه نفر بهت خندیده، هیپوکامپس با تمام قوا اون رو ضبط میکنه. وقتی که توی سن بزرگسالی میخوای یه جا سخنرانی بکنی، میخوای یه صحبتی بکنی، میخوای ارائه‌ای داشته باشی، اون به خاطرت میاد، میگی ببین یادت وقتی کوچیک بودی اون طرف بهت خندید، نکنه بریم بالا دوباره اونا هم بهت بخندن. پس هیپوکامپس میاد اونا رو کاملا با تمام قوا ضبط میکنه تا جایی که احتیاج داره تو رو از خطری که به زعم خودش خطره و واقعا دیگه تو این دنیا خطر بقا نیست نجات بده. حالا چرا اینا رو من دارم بهت میگم؟ ممکنه الان بگی اینا چه ربطی به یادگیری داره؟ ببین مغز ما به خاطر اینکه خیلی وقتا چیزایی که یاد میگیریم رو نگه نمیداره و میریزه دور، ممکنه من الان یه کتاب بخونم سال دیگه یادم نباشه، یه دوره ببینم 2 ماه دیگه هیچی ازش یادم نباشه. پس صرف دیدن اون دوره، صرف خوندن اون کتاب هیچ تغییری توی زندگی من ایجاد نمیکنه و یادمون هست که ما توی آموزش، توی یادگیری دنبال تغییریم، نه انباشته اطلاعات. پس وقتی که ما داریم یه مطلب جدید رو یاد میگیریم، هیپوکامپس به هیچ جاش نیست، به کتفش هم نیست، میگه اینا چیه داری به من میگی؟ من برای چی باید به خودم زحمت بدم، انرژی مغز با ارزش تو رو هدر بدم برای اینکه این مطالبی که مثلا راجع به این مسئله اون مسئله داری یاد میگیری تو خودم نگه دارم. میبینی مغزت به خاطر کارکرد تکاملی که داشته برای اون حفظ بقا، برای حفظ انرژی، به خودش زحمت نمیده مطالب جدیدی که تو خوندی رو توی خودش نگه داره و اگر تو بهش سیگنال ندی، اینا رو فردا پس فردا ریخته دور و تو موندی و اون شکافی که می‌خواستی با یادگیری پر بکنی. حالا راهکارش چیه؟ ببین باید به مغزت سیگنال بدی که ای مغز مهربان، من الان دارم یه کار مهم انجام میدم، خواهش میکنم اون هیپوکامپست رو روشن کن و این اطلاعاتی که الان دارم بهت میدم رو ضبط کن، چرا که من میخوام بعداً استفاده کنم و من میخوام بعداً به زندگیم اضافه کنم. یه کار خیلی ساده است. ممکنه شاید بگیم یه ذره مسخره است اما عمل میکنه. تحقیقات نشون داده. حداقل خود من اخیراً دارم انجام میدم چون یه جایی راجبش خوندم و به نظرم خیلی موثره. ببین مثلا فرض کن داری یه کتاب رو میخونی، داری یه دوره‌ای رو میبینی، چیزی که قراره واقعاً زندگی تو رو عوض بکنه و چیزی که واقعاً دنبالش خودت رفتی آگاهانه و خودخواسته که بری اون رو بخونی که اون تغییر رو ایجاد بکنی و زندگیت رو بهتر بکنی و شکاف بین من فعلی و من آینده‌ت رو پر بکنی. ببین قبل از اینکه شروع بکنی کف دستاتو بزن به هم، با صدای بلند بگو خب بریم که شروع کنیم این مطلب رو بخونیم. ببین نمیدونم چی میشه اما تو مغز تو انگار که یه لحظه یه آلارم میده که ببین انگار اتفاق مهم داره میفته، این صداش رفت بالا، این خیلی متمرکزه، نکنه ما باید هیپوکامپس رو روشن بکنیم. خیلی ساده دارم میگم ولی امیدوارم بگیری چی میگم. این مغز تو باید اون لحظه بیدار شه، باید هیپوکامپس رو روشن کنی. ببین آقا اون دکمه ضبط رو بزن، من الان دارم کار مهم میکنم، این اطلاعات، این کتاب، این دوره‌ای که الان دارم میخونم و نریزی فردا بره دور، من قراره با این کار بکنم. دستا رو میزنی به هم، میگی خب بریم که شروع کنیم راجع به این مسئله بخونیم و توجه 100% رو بهش بده. یه جوری به مغز و بدنت سیگنال بده که ببین من دارم مهمترین کار دنیا رو انجام میدم. و چطور این مسئله ایجاد میشه؟ با اینکه توجه 100 رو بدی به اون مسئله. مثلا حین ظرفشویی نباشه، حین رانندگی نباشه، اینا رو واقعا مغز خیلی جدی نمیگیره. اگه تو فقط داری اون رو در کنار یه سری کار دیگه انجام میدی، اینا سیگنال به مغزه که ببین این کار مهمی نیست.
این خیلی جدی نیست. حالا خواستی نگهدار، خواستی ندار که احتمالاً میریزه دور. پس توجه 100% بهش بده، با صدای بلند بگو که من الان میخوام بشینم این کار رو انجام بدم و قلم و خودکار و همه بدن و ذهن و تمرکزت رو بذار، انگار که داری مهمترین کار دنیا رو انجام میدی و اینجوری به مغز سیگنال میدی که عزیز من، خواهش میکنم این مطالب رو نریز دور، اینا برای من مهمه. اگر میخوای من آدم بهتری داشته باشم، باید این مطالب رو برای من نگه داری، چرا که من میخوام با زندگیم کار داشته باشم. و خطای سومی که توی یادگیری خیلیامون رو عقب انداخته، من، شما، خیلی‌ها، یکی از شایع‌ترین و نامرئی خطاهایی هست که توی یادگیری وجود داره و بهتون تبریک میگم، چون این بالاترین سطح آگاهیه که توی یادگیری میتونه بهتون کمک میکنه و اونم چیزی نیست جز تعصب داشتن یا بایاس داشتن. تعصب توی یادگیری ما رو به هیچ جایی نمیبره. بذار یه چیزی بهت بگم. ببین سیستم باورهای ما چجوری کار میکنه. ما تا یه جایی توی زندگیمون هرچی میبینیم و میشنویم و باور میکنیم. اوکی؟ مثلا باور کردم که خارج از کشور فلان طوریه، مردم فلان کشور اینجوریه، مثلا چرب زبونا فلان طورن، فلان آدما فلان موردن. تا یه جایی هرچی دیدیم و شنیدیم و باور کردیم. از یه جایی به بعد فقط اون چیزی که باور داریم رو میبینیم و میشنویم و اینجوری ما وارد یه چرخه‌ای میشیم که فقط دنبال یه چیزی هستیم که باورهای قبلی ما رو تایید بکنه و هر تهدیدی برای باورهای قبلی ما یک خطر بزرگ برای مغز، همونطور که توی مورد اول راجع بهش صحبت کردیم. مثلا توی بزرگ شدنتون یه نفر با چرب زبونی روی خودتون یا سر مامانتون، باباتون کلاه گذاشته و الان ممکنه این باور به صورت کاملا ناخودآگاه و کاملا غیر خواسته توی ذهنتون به وجود اومده که خب هر شخص چرب زبونی احتمالاً کلاه داره. و حالا این تعصبی که به خاطر سیستم باورها توی ذهن ما به وجود اومده چطور توی یادگیری به ما ضربه میزنه؟ ببین چند مدل داره. خیلی وقتا ما با آموخته‌های قبلیمون تعصب داریم. مثلا یه سری هستن که خیلی همچنان اعتقاد دارن به این مزاج‌ها یا طبع سرد و گرم. فلان چیز طبع سرده، فلان چیز طبع گرمه، فلان چیز اینجوریه، فلان چیز اینجوریه. این باوریه که داره، این چیزیه که واقعا بهش تعصب داره. از بچگی گفتن بعد از ماهی نمیدونم چای نبات بخور، ماستا با ماهی نخور، از اینجور چیزا گفتن و واقعا ذهنش شکل گرفته. الان رسیدیم به نقطه‌ای که مطالعات علمی خیلی از اینا رو رد کرده و گفتن خیلی چیزی به این حالت وجود نداره. مطالعات علم تغذیه است، من از خودم نمیگم. اما خیلی افرادی که همچنان به اون آموخته قبلی تعصب دارن اصلا اجازه نمیدن که این تحقیقات علمی جدید رو بشنون، چون اینقدر متعصبن رو چیزی که دونستن و شناختن از قبل، اصلا نمیخوان چیز جدید رو بشنون، چون هر تغییر باوری برای مغز ما خطرناکه و احتیاج به انرژی بسیار زیادی داره که عوضش بکنه. مورد دومی که ممکنه خطا برامون ایجاد بکنه از طریق تعصب یا همون بایاس اینه که ما خیلی وقتا احساس میکنیم که ما باید از یه شخصی که هم شکل ماه یا هم ارزش ماه یه چیزی یاد بگیریم. مثلا اینو من خیلی دیدم، میگن که مثلا فلانی محجبه است، من نمیخوام به آموزش هاش گوش کنم، یا فلانی که چاقه مثلا داره آموزش های سازمانی میده، این یارو چرا اضافه وزن داره، من نمیتونم آموزه های همچین شخصی رو گوش کنم. میبینی این تعصب ایجاد کرده. من فقط از کسی میخوام آموزش بگیرم که هم شکل منه، هم ارزش منه، هم فکر منه، هم ایده منه و اینا همه تعصبه. یا نقد زیاد قبل از اینکه حرف طرف رو بشنویم. یعنی ما به حرف طرف نگاه نمی‌کنیم، راجع به این صحبت می‌کنیم که اون شخص کیه که داره این حرفو میزنه. مثلا میگیم فلانی کیه که داره این فکر کرده میتونه این حرفا رو به من بزنه؟ فلانی خارج نشسته داره واسه ما نظر میده، خارج نشسته راجع به فلان اتفاقی که تو ایران افتاده نظر میده و راهکار میده. یا میگن که کی گفته، من پسر عمم، مامانم، بابام، پدر بزرگم این کارا رو کردن، هیچ کدوم فلان طور نشدن. این صحبت‌ها چرته. می‌بینی یه بایاس، یه تجربه، یه تعصبی که از قبل داره اجازه نمیده جان کلام اون یادگیری و آموزشه به دلش بشینه و اون تغییری که میخواد رو ایجاد بکنه. راهکارش چیه؟ باز باشین نسبت به اتفاقات و آموزش‌های جدید، باز باشین. اینو هم به خودم میگم هم به شما. این سخت‌ترین کار ممکنه، چون کاملا داره غیر ارادی توی پس ذهن ما به صورت ناخودآگاه انجام میشه که ما خیلی دلمون نمیخواد درگیر چیزایی بشیم که برخلاف اعتقادات قبلی مونه. اما یه چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که آموزش هایی که در راستای اهداف، آموزش ها و ارزش ها و باورهای ما هست، خب ما رو تا همین جایی که اومدیم میرسونه دیگه. من تا یه جایی اومدم، هی راجع به این مطلب میشنوم که آره اون کاری که کردم، این چیزی که باور دارم چقدر درسته، چقدر خوبه، چقدر همینطوری ادامه بدم. شاید دیدگاه دیگری هست، شاید مسیر بهتری هست، شاید من الکی درگیر یه مسیری شدم که بهترین بازده رو برام نداره. و بدون که آموزشی خوبه که تعصب های ما رو به
چالش بکشه. و خیلی ساده است. همیشه میتونی بگی من با این حرف مخالفم. به نظرم یارو داره چرت میگه. اما من چیزی از دست نمیدم. من گوش میکنم. من تجربه میکنم. میبینم اصلا از دید اون شخص این حرفی که داره میزنه به چه معنیه. و همین کم کم ما رو یه ذره باز میکنه نسبت به تعصبمون راجع به چیزایی که از قبل میدونیم. امیدوارم به این 3 موضوع فکر بکنین که مسیر رفتن از من فعلی به من آینده و دلخواهتون رو سریعتر، کم مخاطره‌تر و بهتر طی بکنین. اگه به موضوع یادگیری علاقه دارین، این ویدیو رو میتونین نگاه بکنین که راجع به این صحبت کردم چطور میتونیم بهتر و بیشتر به سبک افراد موفق یاد بگیریم. ممنون که هستین. امیدوارم بهتون ارزشی اضافه کرده باشه.